سلام به هر چی فیفا باز توی دنیا، خوش اومدید به این ویدیو که قراره با هم بریم پک بزنیم. آقا هرچی پک، حالا پکا ای چرت اینا رو که اصلا ولش کن، اینا اسکیپ میکنم، اصلا اینا فقط خودم میبینم. آره یه سری پکه با هم میزنیم، یه تیم میچینیم و یه دست کواب با یه شخص زیبا میزنیم. یعنی این شخص قرار سر ما رو درد بیاره. آره نگم براتون. و اینکه قراره تقریبا 3 فیفا پوینت هم بزنم، پک بزنم. یاره یه کاشو نگرم دارم برای یه اولوشن مشتی که توی ویدیوی بعدی قطعا میبینید کیه. خب بزن بریم سراغ پک ها. من اول چرت و پرتا رو بزنم بیایم سراغ اصل کار. رسیدیم به پک های اصلی. اول از همه آنتری رو میزنم ببینیم چی میده. بچه من انتظار خاصی از گلد پک ها ندارم، اصلا فقط میخوام یه فودری چیزی بده، مگر اینکه سفید بشم یه چیزی بده. آره یه چیزی بده واسه تیم اصلی، یا حداقل یه ذره بشه با این تیم بازی که من برنامه ها دارم با این تیم. نمیشناسم اینا رو. خب اینا چیه؟ این الا چیه به من میدی؟ من الان اینا رو کجام بذارم؟ الان ایشون قطعا نمیخرن اینا رو، من اینا رو چیکار کنم؟ ای خدا ما را سفید کن توی این فیفا یک بار. حیف شد. یه لحظه فکر کردم اون یک نباید. حیف شد. واقعا نفسم یه لحظه گرفت. خب این که آن تریده، این عمل دومه دیگه. بابا مسی سی اف شده فکر کنم. آره یا کم نمیدونم. ما هم یه آن تریدی بزنم زودتر بری گمشی. شما چی میدی؟ یورنته؟ بابا جی نه اصلا انتظار نداشتم. جی چقدر شما به عنوان آنترت 25 کار رو من میپذیرم. آره کاش ترید بودیم از شرط خلاص میدم، ولی دبلیو آقا که ریدی به همه برنامه‌های استارتر اسکوادم، ولی بازم من میپذیرم. بازم بهت میگم ایول. شما چی میدی؟ مرتنز؟ تروسارد؟ ای بدی نیست. آره ما فقیریم، ما اصلا تیممون قابل بازی هم نیست. یعنی با همین پکا باید تیمو بسازیم بریم بازی هم. این افتضاح این کابرال فکر کنم. اینا همه از دم فوت. من توپ میخوام، توپ ندارم. از اون سالاست که من برای اولین بار توپو کویکسل نمیکنم. مارکو یعنی یک بار دیگه این ارو رو بده من به چخ رفتم. و اینجا بود که من باید خوشحال باشم که این فرم بهم بده و نتونستم خوشحال کنم. دست شما نقد نکنه و من کویکسلتون خواهم کرد. 10 کوین ناناز به همین سادگی. فیفا بایرن اصلا سگ نگاش نمی منطقی هم هست. منم بودم نگاش نمی کردم. 10 کوین به همین سادگی به دست. حالا بریم سراغ پک های پوینتی که بنده به شدت کرای زدم روی این. خیلی دوست دارم اینو بزنم. خیلی اصلا کرمم گرفته. چی کار کنم واقعا نمیدونم. یا بیام 150 تایی بزنم پلوش 12 نه بیشتر 20 تا میشه، یا بیام یه دونه از این بزنم. اینم فکرم یه بار دیگه. آره یه بار از این بزنم، دوباره از این بزنم، بعد دیگه چیده ای ندارم. آخه این آنتریده، من همه پوینتامو بدم به خاطر آنترید. وقت بازیکن قرضی هم بیشتر بهم میده، ولی 25 تا گلد ریت 80 به بالا میده. من اگه فودر نگاه کنم نمیخوام، من ترید میخوام.
این هم آن تریده. ببین وضع این پک، یعنی 4 تا پک پریمیوم بزنم این از همه اونا بهتره. من میگم 2 بار بزنیم. آره آقا بیا 2 بار بزنیم. خدا بزرگه، خدا بزرگه. مودریچ تو اینم میتونستی از اون پک به من بدی. فران گارسیا تو دوست داشتم دیگه، نه دیگه بقیه تو اصلا دوست ندارم. اینم بد نیست. فکر کنم فروش میری. آره بذار تو رو بفروش. تو برو. او نه وایس کار دارم. شما هم فعلا بمونید. آقا این پکو فعلا بی خیال. من در اصل 2400 تا دیگه دارم، چون باید سیو کنم اون 1000 تا رو، یادم هم بمونه. یه دونه از اینا بزنیم. اصلا 3 تا میزنم، اگه خوب نداد میرم دوباره اونو میزنم کلا. شما چی هستی؟ قبل کلا برنامه کنسل، همینو میزنیم. آره آقا بچه هر چی برنامه بود کنسله. کیلینی اینم کویکسل حیف شد. کارت خوبی بودی آقای کیلینی آقای رجی کیلینی، میفهمی؟ درست تلفظ کن. چرا قاطی میکنی برادر من؟ شما یه ریت 87 زدی که وودره، چرا اصلا خوشحال شدی؟ داداش راحت ریلکس کن، بشین عشق تو کن. والا الان من یه استرس دارم با این نزنم. فرانسلوی مندی بابا باریکلا نه باریکلا. نه خوشم اومد بکار میم. خب من اینو میفروشم دیگه، اینو میخوام چیکار کنم؟ آقا این چه خبرتونه؟ بذار من اینو قیمت رو تو فاطمیه چک کنم. مندی جان شما 74 کا هستی. خداحافظ دیگه نبینم. نه ببینم آقا، ببین چرا نبینم داداش من اصلا غلط کردم. تو اصلا هر روز یه دور بیا. البته میشد نگه دارم بعدم بفروشم و عجله کردم. شما توپت داشتم. آره شما برو. خب این از این رفت. فروش رفت که رفت. آقا من دو دلم، من هنوز من تریدمو زدم. من میگم اینو ببندیم، اینو بزنم بلکه یه چیزی بده بتونم تیممو ببندم. یا میتونم یه دونه اینو ببندم، یه دونه ببندم چی بزنم با یه دونه این. بذارید با میدونم با یک حرکتی با خودم مشورت کنم کدوم حرکت رو بزنم. خب بچه من تصمیممو گرفتم. این 10 تا پلیر ریر میده. خب مثل این ریر پک میمونه که من نمیپسندم. اینم که دیدیم نتیجه چی شد. پک بدی نیست خدا وکیلی، ولی بازم نمیپسندم. تصمیم گرفتم اینو بزنم. البته وایستا آقا وایستا من اصلا چرا اینو یادم رفته بود. من پک تو ابجکتیو دارم، یه پکی هم دارم. این آقا من اینو میزنم. آره اینو میزنیم، اگر بد داد اونم میزنم. آره دیگه من نمیدونم من دیگه اینم پیک به نام سفیدی که شما اینم تو تریت چی داری؟ آها خاصیتی واسه من نداری خلاصه که بگم بهت. حالا بریم سراغ اون دوتا عزیز گل من، دوتا چیزی که باید به من خوب بدن. اگه ندن من بدبخت میشم، مجبورم اون پک بده رو بزنم.
این بدی که خوب نیست. این بدی که من میگم اون بده نیست که فکر میکنم. من دارم تلاش میکنم لفظ بیام خوب بده. اینقدر من سیاهم. به خدا منو باید تو دفترچه سیاهیا چاپ کنن و به نام 60 نه با کدوم زد؟ با این 60 دادم. با همین 60 که به مندی اینا دادی با همین میریم جلو. اسپانیا این چه خریه؟ تو ببین این پک به همه واکاوت داد، تو به من واکاوت هم ندادی. اینو دوست داشتم ولی خب داداش واکاوت با این سکاه. خب بریم سراغ پک اصلی. تو خیلی دیگه بیشوری بودی، دیگه با دماغ میزنم من. دماغم با کجاش؟ با نوکش. نوکش نه کجا؟ حالا فکر نمیکردن نشونه گیری با دماغ اینقدر سخت باشه. چرا نمیزنه؟ زد 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 دوباره کوب. آقای من کوبل دارم. دابل واکتم نشد. خب من الان همه شت پشت اینه. این همه شت. آنو تو دوست داشتم رسالینگم اوکی، ولی اینا شته. ون باستنگ شته، ریکن شته. آخه یعنی این شتا چیه به من دادی؟ بابا من دارم زحمت میکشم، من دارم پاره میشم. الان یکی میاد تو کامنت میگه داداش تو زحمت گرفتی. داداش میدونم گرفتم ولی خب این گارانتی سفیدیه، من گارانتی سیاهی ام. باز میپذیریم. چیکار کنم؟ باید بپذیرم. بچه ما میریم تیم بچینیم. البته احتمالا در خفا بچینم. بعد موقع کوآپ میاد تیمو مشاهده میکنید که چقدر قشنگ شد. از در عقبم قشنگ شد. آره من برم تیمو بچینم بیام. برم. شما کجا؟ شما وایس من برم. سلام میکنم به رفقایی که تا اینجا ویدیو رو با ما دیدن و از این به بعد میخوایم بریم یک گیم پلی بسیار تماشایی رو ببینیم. من سید هستم و با آقای رگه‌ای یا همون ریجی میریم که داشته باشیم. من اصلا من گفتم تو خودتو معرفی کن. به تو ربطی نداره. منطقیه. من عینکمو بزنم کور نشم از جذابیت تیم. مکرد. بریم بازی رو بعدی. بریم ببینیم چه کار میخواد کنه آقای هایزنبرگ. با 44 اینگه کی؟ پینگو تست زدی 44 شد پینگم. پینگ من همینه اصلا کلا. ما با پینگ خودمون نشون نمیدیم، ما با بازی خوب نشون. بذار اصلا تیمشو ببینم بعد اسکیپ کنم. اوپو داره. خوبه تا این داداش اومده تجاوز کنه. نفت دیگه. اومده تجاوز کنه. چه وضعشه؟ دیو چندی؟ من دیو 9. شما تو دیو چندی؟ چرا داری زیرش؟ دیو 9 انقدر قویه، من دیو 8م. چرا زدی زیر تو؟ بابا میترسم از این یارو. تو دست ما چرا زدی زیر تو؟ گل دیگه. آقا نمیشه دفاع کرد، چه وضعشه؟ بابا هیچ حرفی برای گفتن نداریم جلو این تیم. بده یه گل بزنیم لاغر. برو دوباره. ای بابا قدر زحمات ما داریم اینجا زحمت میکشیم ها. پاسکاری کن، تیکی تاکا انجام بده. گل باید بزنیم. پاسکاری چی؟ آها به به. چرا میزنیم جلوی چرا سرب میرید برادر من؟ برای چی؟ چرا چیکار کرد یارو؟ من چرا
گفت دفاع سویش تیمش نکن آقا، قویه، نکن. باید سلب آفرین. بزنیم. دیگه نکن، دمت گرم. دفاع رو نیار جلو، بیاری تلاش به هم خدا باسن ما رو پاره خودم- می‌کنه. آره رو اون سویچ کن. آره دست فول بک ها رو خودم نیست. ببینید دست نزنی اوکیه به همین سادگی. خب بله اینجا سوراخ رو مشاهده میکنید، یه سوراخی و نه ماشاءالله نوبتر از این میرویچ. حرفا حریف. چیه؟ آفرین به حریف. حریف نوبتر از اون بود که تک به تک رو گل کنه. داداش دفاع من بود، خروج به موقع. ما از خوله ریس به موقع. جزئیات رو ببینید. این آفساید آفساید بد میشد دیگه جلوش هم نمیزنیم، آدم خوبیه. هم نزن. به اون داد. امروز تک ضربام نمیگیره. برو گله. بشوت. ماشاءالله گل. ماشاءالله. ببین من انحراف دادم یارو رو، یارو گفت این کسخل کجا میره. آ ماشاءالله. بزن. بوب. لعنت به هدیه ای. این دومین تیرکیه میزنه این بازیکن. ببین مگه نوب ببریم. آباری کرد. واقعا نوبه یارو. بزنی ها. برو. باری کلا. باریکلا. سلب نمیزنی. اون مردونگی کرد من. نه پسر خوبیه. آره برو وسط. بزن. باری کلا. ماشاءالله. بابا بنازم. ایول. باریکلا. قسمت رو راست گفتی، آفساید نیست. برو تیر دو، برو تیر دو. نترس. هیچی نمی. بزن. تموم. ای بابا چقدر ای چرا من تیرک؟ سویچ شدم، چرا من سویچ شدم. برو. بده. بابا باریکلا. بابا هماهنگی رو دیگه به داشته به. باش واقعا. زیبا بود، زیبا. کاتبک های خودش رو حالا پیدا میکنه، داداش از مقام خودش دفاع میکنه. زیبا بازی میکنه آها این بازیکن. کل شد. گل. باری کلا داداش. به به. ای والا. و این دو بازیکن به اوج همکاری رسیدن. به اوج رسیدن دیگه. آره کامل. این بازیکن بازیکن هم پیدا به کردن. اوج. آخه رید رحیم شورتی. نه بابا باری کله نازم. فران تو فیفا برعکس لایفشه. کانکشن